هرگز این رازهای مخفی موفقیت را افشا نکنید. راز شماره 1: اهداف بلندمدت شما. اهداف بلندمدت شما نمایانگر مسیر کلی زندگیتان هستند. این اهداف را با دقت تعیین کنید و آنها را فقط با کسانی که به شما نزدیک هستند در میان بگذارید. نکته: تمرکز روی اهداف بلندمدت و کار بر روی آنها به شما کمک می‌کند تا همیشه در مسیر درست بمانید. راز شماره 2: منابع مالی و درآمد شما. اطلاعات مالی شخصیتان را همیشه محرمانه نگه دارید. این اطلاعات می‌تواند سوء استفاده‌های احتمالی را کاهش دهد. نکته: سرمایه‌گذاری هوشمندانه و مدیریت درست منابع مالی به شما کمک می‌کند تا به اهداف مالیتان برسید. راز شماره 3: استراتژی‌های کسب و کار شما. استراتژی‌های موفقیت‌آمیز کسب و کارتان را فاش نکنید، زیرا این اطلاعات می‌تواند توسط رقبا استفاده شود. نکته: همواره در حال بهبود استراتژی‌ها و روش‌های خود باشید تا همیشه یک قدم جلوتر از رقبا باشید. راز شماره 4: شکست‌ها و درس‌های آموخته شده. شکست‌های خود را به عنوان درس‌هایی برای بهبود خودتون ببینید و آنها را با دیگران در میان نگذارید.